میگم راستی دیگه از اون تئاتر عروسکی که صحنه اجرا می‌کردی اینا نداری؟ آره اتفاقا یه چند وقت دیگه یه کاری اجرا می‌کنیم اگه بشه. محض سرگرمی کن ولی نیست. سرگرمی که آقا جون به هر حال این شغل منه، یه جور منبع درآمد هرچند اندک. منبع درآمد کاریه که بشه ازش پول در بیاره و امرار معاش بکنیم. 110 میلیون تون آوردم. پشیمون شدی؟ پشیمون که نه دیگه لازمش ندارم. خیلی ممنون. میندازتت زندان؟ نمیدونم اتفاقا تنها چیزی که برای پگاه اهمیت نداره پوله. پگاه میدونی میخواد چیکار کنه؟ پگاه میخواد که دوست داره منو مجازات کنه. منم دلم نمیخواد این فرصت ازش بگیرم. چی شده؟ باید بریم با هم دیگه یه جایی. کجا؟ یکی به من آمار داده امشب این فرزاد فرزینه توی باقی تو کرج آواز میخونه، برنامه داره اونجا. اونا فکر میکنم واقعا فرزاد فرزینه. من منتها آمارشو در آوردم، این همون حروم لقمه ایه که تو شمال بود کلاهبرداره. تو هم باید با من بیا بریم. اگه محسن نبود حالا پشت میلای زندان بود. بفهم. شما واسه من وثیقه گذاشتی؟ و چی فکر کردی؟ فکر کردی سند از آسمون بال در آورده و نازل شده؟ میگن زن و شوهر بعد از یه چند سبایی شبیه به هم دیگه میشن. تو قبل از ازدواجت خیلی رام بودی. نمیدونم چرا این همه خار شدی تو. شما چرا اینقدر به ریحانه توهین میکنین آقا جون؟ قضیه همیشه اصلا ربطی به اون نداره. این دختر گیسون خواهرت میخواستم بدون سهم الارثشو بهش دادم، حتی بیشتر. گفت میره. کجا؟ به من تو مربوط نیست. به به جناب آقای فرزاد فرزین دوش کف کردم. عجب شباهتی. ببین الان تو منی و من تو هم. تو رو نمیدونم ولی من فرزاد فرزینم. یعنی الان شما خود فرزاد فرزینی؟ از روز اولی که تو رو دیدم فهمیدم چه جور زنی هستی. تو حاضری به خاطر زندگی خودت زندگی هر زنی رو نابود کنی. چی میگی تو؟ بیا برو بیرون. تو اومدی تو زندگی من. شوهر من اهل بود، سر زندگیش نشسته بود، رام بود، اون عاشقت بود. تو کاری کردی که اون بخواد بره. داری زیادتر و گنده‌تر دهنت حرف میزنی. میزنم دهنت پر خون شو عوضی. ببین راستی یه چیز دیگه، سگت پاپت گم نشد، من گم و گورش کردم. خندی و خندت مثل اون اولا نیست. اینجایی اما فکرت اصلا این جهان نیست. جوری غریبی میکنی با من که انگار حتی قیافم واسه تو آشنا نیست. حتی قیافم واسه تو آشنا نیست. که تو رو از دست بدم کابوس من بود. آغوش آروم تو اقیانوس من بود. تو تا همیشه توی قلبم موندگاری. واسه پشیمونی همیشه وقت داری. که تو رو از دست بدم کابوس من بود. های بی تو ناتمومه. تصویر خنده هات همیشه رو به رومه.
غیر از کسی که بین ماها رو به هم زد. حالا دیگه هیچکی میون ما دوتا نیست. من دست و پامو توی عشقت بستم و اون حتما مثل من توی عشق بی دست و پا نیست. هر روز میگم با خودم مردم براش تا بعدم نپرسم از خودم هر روز چرا نیست. این که تو رو از دست بدم کابوس من بود، آغوش آرومت سخیانوس من بود. تو تا همیشه توی قلبم موندگاری، واسه پشیمونی همیشه وقت داری. این که تو رو از دست بدم کابوس من بود، آغوش آرومت سخیانوس من بود. تموم لحظه های بی تو ناتمومه، تصویر خنده هات همیشه رو به رومه. چند بار بهت زنگ زدم، کجایی؟ دیگه مجبورم باید پیغام بذارم. ببین من مامانم گفتم که با تو هم، برای اینکه الان با یکی از دوستام اومدم بیرون شام بخورم، ولی حواست باشه اگه یه وقت زنگ زد بگو، چه میدونم رفتم دستشویی، رفتم در غذا بگیرم، یه چیزی بگو دیگه قربونت برم. اگه خوابت میاد بخواب، من میام تا یه ساعت دیگه.
سلام. چطوری؟ سلام. چه خبر؟ هیچی دیگه، توه دارن ازش میپرسن دیگه، بازجویی میکنن ازش. زنگ زدن این محموده هم بیاد. چطوری پیداش کردی؟ دیو تو ما رو دست کم میگیری مرد حسابی، من کارمو بلدم. نه بابا خوشم اومد. از دختره خبری نداره؟ اونم میگه کم کم، اونم میگه کجاست. پگاه خوبه؟ بد نیست. اگه کارتون طول میکشه من برم، پگام صداش در میاد گیرم شد. آره برو. اگه میشه بیا من یک تاکسی بگیرم برم. نه دیگه با ماشین من برو دیگه، تاکسی برس. باید چجوری بریم؟ من میرم دیگه، من با رضا میرم. اصلا اینجوری بهترم است، میریم بیا دم خونه میگه بالا، منم میرم حرفا رو میزنم با ریحانه. آره فقط این کلاش ترمزش نزنیم برام. من به خاطر خودت دارم این ماشین فدا سرت. مرسی. برو مواظب خود باش. خدافظ. خبر بده. عجب دختر خوبیه. جدی میگم من خیلی تجربه زیادی دارم، ولی آدم مثل این خیلی. حالا امشب حسابی حرف بزنیم. خب آیه تورج چلبیانی، فرزاد فرزین قلابی، یه خورده خودت برامون بگو نه. اسمت چیه؟ چی کاره ای؟ من جام سلام بچه هم پایما اینا یه ننه مریض داریم، یه بابای کارگر که از کار افتاده، از گوشه خونه افتاده، 3 تا آبجی قد و نیم قدم داریم که گوچه شما. سوادم داری؟ بله سواد دارم. من تا دوم راهنمایی خوندم، بعد یه 4 بار افتادم. حقیقتش بابای ما رو کشید کنار، گفت تو که مغز درست حسابی نری، درس خونت تو در نمیاد، بیا برو این دونگ صدایی که داری برو تو کار موزیک، شاید اونجا موفق شدی. این حرفش اون موقع آویزه گوش من شد. حقیقتش دیگه رفتم تو این کار. بعد بچه‌ها رفیقا گفتن که شبیه آقا فرزینی دیگه. اولش باور نکردم، بعد دیدم من راست میگن. خلاصه یه دونگ صدا داشتیم، اونم زدیم تنگشو، شدیم خود اصل جنس دیگه. اون دختره چی؟ هدیه. چجوری باش آشنا شدی؟ من با اون آشنا نشدم جناب، اون با ما آشنا شد. خب چجوری؟ ولی دفعه من توی کمی مهمونی‌ها تو لباسون، البته مهمونی چیز بود، مهمونی مجاز بود، همه جدا بودن تو مهمونی. ما داشتیم کار اجرا می‌کردیم اونجا. ایشون مهمونی که تموم شد اومد به من گفتش که، یعنی شماره‌شو داد به من، گفتش که من دوست دارم تو عروسیم بخون، فکر کنم از صدام خوشش اومد، من قبول کردم. یعنی شما هیچ اطلاعی از پخش این کلیپ توی ماهواره نداشتی؟ آقای فرزین گل، ما خیلی شما رو دوست داریم، ولی انقدر هم دیگه داداش احمق نیستیم که بریم خودمون رو جای یکی دیگه جا بزنیم بعد بدیم کلیپو تو ماهواره بگیرنمون. کار من نی خدایی. وقتی فهمیدی قضیه لو رفته چرا فرار نکردی؟ جناب سروان دختر بهم بلیط داد، ولی ننه بابا آبجی‌ها اینا رو چیکار می‌کردیم؟ دیگه بچه پایین و خانواده‌اش دیگه. میخوای باور کنم به خاطر خانوادت نرفتی؟ همش به خاطر خانواده نبود، 90% خانواده بود. 10% بقیه‌اش به خاطر اینکه جناب صاحب من خیلی معروف شدم جدیدن و همه میان ازن امضا میگیرن، این ور اونور که میرم تحویلم میگیرن. خیلی از راننده تاکسی‌ها ازم پول نگرفتن. دخترا میان بهم شماره، البته نه شماره بدن به خاطر چیزیا، همینجور شماره میدن که به عنوان طرفدار، ولی من نمیگیرم شماره ها رو. 2 تا برند معروف اومدن میخوان تبلیغاتشون رو بکنن، مدلینگ بشن براشون، کلی پول بهم میدن. خب شما جای من بودین میرفتین؟ کجا بزنم برم؟ الان من برم دبی ترکیه کسی من آدم حساب میکنه اصلا؟ تو که میدونستی دستگیر میشی. نه جان سر من کجا میدونستم؟ خدا وکیلی اصلا من الان خودم دارم میبینم کف کردم. عین آینه، یعنی منظورم اینه که بخش فرضی انگار دارم تو آینه نگاه میکنم. من واقعا باید تشکر کنم از برادران تیزبین و هوشمند نیروی انتظامی که متوجه این شباهت شدن. من خودم الان میخوام دارم فکر میکنم میبینم نمیدونم منم ایشونه کدومه. واقعا مردم ما باید افتخار بکنن به این همه تیزبینی. خیلی خوب، خودشیرینی نکن. خبر داشتی دختر کلاهبرداره؟ نه من کجا باید میدونستم جناب سروان؟ با من خوانندم دختر من گفت بیا 2 تا آهنگ بخون، پول خوب میدن، ما هم قبول کردیم. الانم پول تو حسابه، امر کنید همین الان میزنم به کارتون، کارت به کارت میکنم براتون. لازم نکرده، به موقعش تو دادسرا ازت میگیرم. آقا فرزین شما ما رو حلال بکن. ما با اسم شما، با قیافه شما، با صدای شما رفتیم یه پولی در آوردیم بردیم سر سفره ننه بابامون. ما رو حلال کن دیگه. من خدایی برام خیلی مهمه. هویتی که از من سرقت کردی چی؟ اونم میتونی بهم برگردونی؟ ببخشید آقای فرزینا، خیلی معذرت میخوام. شما خوشحالم باشی الان بدل داری داداش من. کل سلبای دنیا 10 تا بدل دارن. از وقتی من دارم به اسم شما میخونم فالووراتون 5 برابر